سلام بچه ها، چطورین؟ وای انقدر دیر شده. امروز تولد سایمنه. بعد خودش اصلا نمیدونه که ما داریم چیکار میکنیم، اصلا نمیدونه که ما یادمونه. به سایمن گفتیم بیا میخوایم نهار بریم بیرون، ولی برنامه در اصل چیه؟ ما یه شب توی رأس الخیمه یه هتلی گرفتیم. الان سایمن به قصد نهار خوردن میاد پایین، ولی میندازیمش تو ماشین میبریمش رأس الخیمه. قراره که دیگه یه شب اونجا بمونیم و یه هتل ساحلیه و خیلی خوشگله و اینجوری. حالا از شانس من هیچی کیک خوب نداره. یه دونه کیک کوچولو داشت، چون بیتا گفت کیک بزرگ نگیر تا اونجا بریم آب میشه خراب میشه، همونجا تو خود هتل کیک میگیریم. دیگه من فقط یه اسلایس کیک کوچولو گرفتم که داریم میریم دم در یهو میاد پایین با این کیک و شمع و اینا سورپرایزش کنیم. به سایمن گفته بودیم داریم میریم برای برانچ و نهار و اینا، بنده خدا هیچی نخورده بود دیگه. انقدر تو را گشنش بود وایسادیم یه قهوه بگیریم و بریم برای ادامه مسیر. Yes, Bita, B-I-T-A. My family name Jokar, J-O-W-K-A-R. ما چکین کردیم، بعد اینجا هتلش آل اینکلوسیوه. الان به ما گفتن چون شما یه شب میمونید یه سری از این رستوران و اینا رو نمیتونید استفاده کنی، حتی 2 شب بمونید. ولی این تو بوکینگ نبود. الان دورنا میخواد بره جر بده منیجر رو. گفتش که توی booking.com منشن شده که از شب دوم به بعد شما میتونین از اینا استفاده کنید. آل اینکلوسیو یعنی آل اینکلوسیو دیگه یه شب 2 شب چه فرقی میکنه؟ بعد حالا اگر شما اومدین این استیک هاوس این آره اصلا دورنا وقتی ما اینجا رو گرفتیم گفت اینجا استیک هاوس داره، استیکاش خیلی خوشمزه. الان فهمیدیم اون تو پکیج ما نیست. چقدر لوکس. گفت یه دقیقه وایسین تا بهتون اجازه بدید که با بچه‌ها خدا این رسمش نیست. این رسمش ناد. من خانم خودش هاسپیتالیتی خونده واقعا. برو بگو ما از همکارا میگه توی booking.com نوشتم که لاکارته نگرفتم، از لاکارته من از اگودا گرفتم. اگودا به اطلاعاتتون برسم که یکم حتی ارزون‌تر از booking.com شاید حد 300 درهم. ولی من 300 درهم $100 برای خودش. پیش به سوی اتاق. حالا قرار شد بعدا دوباره بیام پایین با مدیره حرف بزنیم. خدای خیلی نامردیه. سلام خیلی خوش اومدیم. بس چه خونه قشنگی. آره for the birthday boy اتاق خوبه رو میدیم به birthday boy. کیوت. اگه که شما هم از اون خانواده های هستین که یه جا میخوایم برین، دم رفتن قبلش تو خونه جنگ دعوا بدو این من کو شارژر من نیست این تام و جری بلا نسبت میافتیم به جون هم، شما هم تو تیم ما این کادو بازکنون داریم. دست بزنید خانوما، دست شما درد نکنه، چرا زحمت کشیدین. I love the color. Simon! Oh! Simon! Cool. I wanna know why they hold me back. Need a miracle to break me through, but I won't get that. If I wasn't real, one side, then I could save me from certain
اینکه غروب شد خیلی اینجا چیل و آروم و خوشم اومد. کلا باحاله. پشت سر من اینجا که اینجوری نور داره استیج و دیجی هست و موزیک میزنن و هنوز خیلی شلوغ نشده. در همین حد با این مقدار صدا این الان برای من اوکیه. وای چقدر پیر شدیم. یادت قدیما خوابه من با کی دارم واقعا پیر شدیم به خدا. 4 صبح بیدار بودیم 8 رفتیم سر کار. آره من و بیتا دوران دیگه اوج جوانی و عشق و حال و اینامون خب با هم بودیم، مالزی زندگی میکردیم، خیلی انرژی داشتیم، خیلی میترکوندیم. الان دیگه ببین نه که پیر شدیم. خب من فکر میکنم که ما به وقتش در جای مناسب و در سن مناسب ترکوندنی ها رو ترکوندیم و الان واقعا یعنی من این ایدئالمه که بشنم اینجا دیگه استراحت کنم، مثلا به دریا خیرشم. اونقدی دیگه بپر و پارتی کردن و اینا اصلا، یعنی اگر یکی اون زمان منو میشناخت بعد الان با من معاشرت کنه میگه وای تو چقدر عوض شدی. ولی دیگه آره دیگه هر چیزی مال یه جایی سنی بود دیگه. و اگر آدم در جای مناسب در سن مناسب کارهایی که باید بکنه رو انجام نده، اون موقع تعادل زندگی آدم به نظرم به هم میخوره. Change is growth. آفرین. Change is growth. تغییر رشد. آره همچین چیزایی میشه تقریبا. If you wanna be a wonder, baby, come and show it. Tell me what you feel in your heart and your soul. There's nothing I would take for granted. With me, we'll make it through. Takes 2 hearts to fix heartbreak. We grew apart, I made a mistake, but I'll try to make it up to you. اینجا از این بلغورا گذاشتن میتونیم برداریم بخوریم. بدمزه بود؟ I don't like it. Try. نه دیگه تو قیافت اونجوری شد من عمرن ترای نمی‌کنم. همینجا ولش کن اینا همه همینجا به اینا نه. خب بذار روی این میتا. دقیقاً انگار هر کی یه دونه برداشته حالش بد شده رها کرده. If you wanna be a wonder, baby, come and show it. Tell me what you feel in your heart and your soul. There's nothing I would take for granted. With me, we'll make it through. Takes 2 hearts to fix heartbreak. We're apart, I made a mistake, but I'll try to make it up to you, my darling. عالی. very much for coming. Stronger now. So I can find a way out of pain inside me. Never be afraid of the fate that finds me. Wish that I could be stronger so I can be. ما تقریبا یه 2 ساعت دیگه تا چک اوتمون وقت داریم. این 2 ساعت رو گفتیم میایم کنار ساحل یه خورده دیگه آفتاب بگیریم. ساحلش به نظرم خیلی بهتر از استخرش بود. سلام بچه‌ها چطورین؟ امیدوارم خیلی خوب باشین. دیروز من یکی از دوستام که بلاگره یه کوئسشن باکس گذاشته بود، بعد پرسیده بود کدوم اخلاق بلاگرها تو مختونه. بعد اکثرا نوشته بودن اینکه همیشه مرتبن، منظمن، نمیدونم آرایش کردن، خونه‌شون تمیزه. من اصلا فکر نمی‌کردم اینا تو مخ کسی باشه. فکر می‌کردم اینا خیلی پوان مثبته. خیلی خوشحال شدم که اگر این کارا رو نکنیم آدم‌ها خوششون میاد. در نتیجه من الان همینقدر بدون آرایش، یعنی اخا پا شدم اینو پیچیدم دور سرم، یه پیرن همینجور بلند کردم تنم. این پشت همونطور که میبینید بسیار نامرتبه. این مبل ما از این مبلاست که تخت خواب میشه. بعد چون ما شبا اینجا سریال میبینیم اینو به حالت تخت خواب در میاریم. یه چون شما نامرتب دوست دارید من اینو دوباره به حالت مبل در نیاوردم. و همین دیگه. اگه اینجوریه، اگه واقعا شلخته خوشتون میاد، من سلطان شلخته هام. خدا. خب عزیزانم من اومدم با شما آنباکسینگ این 2 تا جعبه، یکی همون پشته، اینا از ایران برای من رسیده و این برند یک جایگاه بسیار ویژه‌ای در قلب من داره.
چرا؟ اون موقع ها که پیج من خیلی کوچولو بود و اصلا کسی بابت تبلیغ به من پول نمیداد، یعنی مثلا همینجوری بودن که محصول فقط میفرستادن. این برند اولین برندی بود که به من پول داد، یعنی بابت تولید محتوا هم کلی از محصولاتشون رو بر من فرستاد که اتفاقا محصولاتشون هم خیلی گرونه. خیلی گرون نیست ولی مثلا قیمت قابل توجهی داره. دقیقاً هم یادمه چقدر من هر ماه بهشون 4 تا ویدیو میدادم و ماهی 4 میلیون تومان ازشون میگرفتم. اینی که میگم مال خیلی سال میشه. اون موقع 4 تومن خیلی پول نبود ولی حالا یه پولی بود. برای کسی که تا حالا از پلتفرم تو فضای مجازی پول در نیاورده، خب اون خیلی تشویق قشنگی بود و همونجا باعث شد که من ببینم پس من میتونم پول در بیارم از این کاری که دارم میکنم. و این برند به من جرأت این رو داد که بخوام مثل یک آدم حرفه‌ای بیزینس خودم رو توی اینستاگرامم داشته باشم. این اصلا هیچ اشکالی نداره. نمیدونم چرا هنوز که هنوزه یه عده از آدما رو این قضیه گارد دارن. وای به خاطر پول تبلیغ میکنی؟ نه، به خاطر ماچ تبلیغ میکنن. حالا این که آدم هر آشغالی رو تبلیغ نکنه اون یه مقوله جداست. ولی اینکه بلاگرها و اینفلوئنسرها توی فضای مجازی از طریق تولید محتوا پول در میارن، خب دارن زحمت میکشن، خلاقیت به خرج میدن، ویدیو میگیرن، ادیت میکنن. حالا کار ما که کلی ریخت و پاش و ظرف شستن و اینا هم داره. خلاصه اینجوری گفتم این خاطره رو براتون تعریف کنم و بریم برای آنباکس ظروف نالینو. حالا این نورم افتاده، الان معلوم شد. فکر میکنم مطمئن نیستم اولین برند ایرانی بود که ظروف شدن رو میزد، ولی خب یکی از اون خفنا بود که خیلی سر و صدا کرد و خیلی ترکوند و خیلی هم برند خوشنامی هست. این تابشون اسمش یه انزو فکر کنم. آره انزو. این تابه مورد علاقه من از برند نالینو. اصلا من اینو از همه محصولاتشون بیشتر دوست دارم. بعد وقتی میخواستن اینا رو بفرستن گفتم تو رو خدا این تابه رو حتما بهم بدید. اینو من تو رشت داشتم از همون چندین سال پیش. خیلی هم چون با دوومه، یعنی همون سالا برای من فرستاده بودن، هنوز که هنوز من دارمشون. این یه محصول اسم هوگو و گفتن این یکی از جدیدترین و طرفدارترین محصولاتمونه. نگاه کن، یه قابلمه است که شما هم میتونید توی خود این ظرفش آشپزی کنین، هم میتونین اینو برگردونین، این درم میتونین توش آشپزی کنین. نگاه، یه ورش اصلا میبینی یه ورش اینجوری خط خط هم داره، حالت گریله. یه ورش هم که یک تابه ساده. خیلی خوشم اومد، شبیه این چی میگن تابه دو در. البته یه چی بگم، درسته که خیلی وزنشون زیاده ولی خب اگر که شدن اصل و خالص و با کیفیت باشه باید همینقدر سنگین باشه. 2 تا دیگه نه 3 تا دیگه ظرف داریم. الان سوالی که هست اینه که من اینا رو کجا بذارم؟ خونه ما خیلی کوچیکه، همین جوریش همه چی به زور جا شده. این چیه؟ فلتی. اینا دوتاییه که نه این قابلمه است. این از این قابلمه هاست. میدونی اینا برای چی خوبه؟ گوشت. وای گوشت تو اینا خدا میشه. این گفتم اینو نفرستین، چرا زحمت کردین؟ اینم دوباره تابه است. Cast Iron Deep Frying Pan. و آخری حالا خیلی سبکه، ژانگولرم میزنم. ببرم آخریم تابه گریل. این تابه گریلاشون هم من خیلی دوست دارم، مخصوصا الان که یکمی تو رژیم و همش استیک و نمیدونم سینه مرغ و فیله و این چیزا. اینا خیلی همه چی کبابیش خوشمزه میشه. تمام، من برم همین امروز باید اولین ویدیو نالینو رو بگیرم به یاد گذشته ها. میگم خیلی خاطرات خوبی من داشتم با این برند. اون موقع آشپزخونه من یه اتاق بود، هیچی نداشت. من اونجا نه سینک داشتم، نه آب داشتم، نه گاز داشتم. یه دونه از این گاز برقی کوچولوهای تک شعله. بعد دیگه اتاق بود دیگه، تهویه درست درمون نداشتم. و یعنی یادم نمیره مثلا یه چیزی درست میکردم
میخواستم یه لحظه آب بزنم. دیدی که آدم هی تو آشپزخونه دم به دقیقه این شیرها رو وا میکنه یه چی آب میکشه اینا، من نداشتم. هی بعد از توی این اتاق کلی پیاده میرفتم تو آشپزخونه، دوباره برمیگشتم ادامه ویدیو. خیلی انرژی ازم میرفت. بعد دیگه آشپزخونه دار شدم، همون آشپزخونه ای که وقتایی که رشتم شما میبینین، آشپزخونه قشنگم که ولش کردم اومدم اینجا. دیگه اینجوری قربون شما برم فعلا. سلام بچه ها، امیدوارم خیلی خوب باشین. سلام. باشه میخورن. امروز یعنی همین الان ما داریم میریم یک هتل سمت پالم جمیرا، خیلی خوشگله. بعد قراره که یک شب اونجا بمونیم و من محتوا بگیرم با یه آژانس مسافرتی توی ایران، توی رشت. قراره که از این به بعد همکاری داشته باشم. بعد خودم بهشون این پیشنهادو دادم که همکاریمون رو به این شکل جلو ببریم، یعنی هر چند وقت یه بار یکی از هتل‌های خوب دبی رو که شاید مسافرها کمتر بشناسنش تو پیجم معرفی کنم و حالا یه سری کانتنت اونجا بگیرم، از طریق اون بیام اون آژانس رو معرفی کنم. رسیدیم. البته هنوز اتاق رو بهمون ندادن، منتظریم که چکینمون کنن. اینو فکر کنم هیچ وقت بهتون نگفتم. من قبلا خیلی سال اصلا اولین شغل زندگی من رسپشن هتل بود. اون موقع که مالزی بودم، درسم که تموم شده بود، چند تا دوستان توی رسپشن هتل بست وسترن، یه هتل چینه، اونجا کار میکردن. بعد به من گفتن که آره اینا نیرو میگیرن، واسه رسپشن نیرو میخوان، اگه که مثلا میخوای تو هم بیا. که دیگه رفتم و اولین شغل من در زندگی رسپشن هتل بود. بعد یادمه مسافر که میومد انقدر همیشه حول این بودیم که سریع چکینش کنیم. حالا اگه تایم چکین شده بود که آره، اگرم نشده بود یعنی همه تلاشمون رو همیشه میکردیم که شده زودترم به مسافر اتاق بدیم بره. بعد من خودم شخصا خیلی برام مهم بود، چون میدونستم طرف کلی از فرودگاه اومده، کلی تو پرواز بوده، تو راه بوده، دیدی آدم میرسه چقدر خستشه. واسه همین یعنی قشنگ ما چکین سرعتی انجام میدادیم. ولی خودم هیچ وقت نشده که مثلا یه هتلی برم سری کارهای چکینم انجام شه، همیشه طول میدن. به خدا ما خیلی به عنوان رسپشن احساس میکنم ما زیادی مسئولیت پذیر بودیم. اخریت خودم باورم نمیشه. فکر کن اومدم هتل ساحلی خوشگل، همه چی آوردم به جز مایو. انقدر که همش داشتم فکر می‌کردم که برای عکس چی بپوشم، اکسسوری چی بیارم، ویدیوهای تولید محتوای اینجا رو چه جوری بگیرم. انقدر فکرم درگیر اینجور چیزا بود اصلا مایو یادم رفت. بچه‌ها این سوپرمارکت پایین هتلمون از این دوبای چاکلت ها داشت، یه دونه خریدیم بریم بالا امتحان کنیم ببینیم چیه. انقدر تو سوشال مدیا حرفشو میزنن. امیدوارم که خیلی گرون نباشه، چون واقعا خرید تحمیلیه. چجوری من مایومو یادم رفت نمیدونم. آقا من اصلا نرسیدم با دوربینم هیچی بگیرم. از لحظه ای که رسیدیم همش دارم با گوشی ویدیو میگیرم برای ریلی که قرار از این هتل آپلود کنم. بعد انقدر استرس دارم چون میخوام که ریلش خیلی خوب بشه. الان توی اون مایه هام که همش فکر میکنم هیچی نگرفتم. در کل اگر فکر میکنید که اینجور سفرهایی که مثلا آدم میره تو هتل و عکسای خوشگل میگیره، ویدیوهای خوشگل میگیره، به خود آدم خوش میگذره، به من که واقعا نمیگذره. الان یک لیوان چای برای خودم ریختم. صدام چرا گرفت؟ این پایین هتل یه سوپرمارکت بود. بعد ببین چی داشت. دیدین دوبای چاکلت. نمیدونم دیدین اینو یا نه، این اصلا ترکونده انقدر که هم توی اینستاگرام همه حرفشو میزنن. بعد از این شکلات هاست که تا میاد تموم میشه، کلا پیدا کردنش هم خیلی سخته. من اینو گرفتم 100 درهم. 100 درهم میشه چند؟ یک تقریبا
با درهم الان 1,800,000 تومان، ولی شما اگه از جاهای دیگه بخوایم بگیرین تو بازار سیاه 200 درهم به بالا هم اینو میفروشن. اصلا یه چیز عجیب غریبی شده این شکلاته. این پسر ولیعهد دبی از این گرفته بود، بعد توی اینستاگرامش استوری گذاشته بود که خیلی خوشمزه است و اینا، بعد میگفتن که تو کارت انقدر خوب باش که ولیعهد دبی تبلیغ محصول تو بکنه. حالا اون تبلیغ نکرده بود، همینجوری خودروش انقدر که خوشش اومده بود یه استوری گذاشته بود، خیلی مثلا افتخار کرده بود به این محصول که توی دبی تولید میشه. چه بوی خوبی داره. این شکلیه. حالا من نمیخوام اینجوری حیفش کنم چون اینو بعد اینجوری از وسط بشکنی، این رشته های کادایف و پسته میاد، ولی از اینجاش بزنم. نگاه کن، معلومه؟ آره. این رشته های کادایفش میاد زیر دندون، خرش خرش میکنه توی بافت شکلات، خیلی اینجوری سورپرایز کننده است و باحاله. تو دوست داشتی؟ بد نیست. من ببین اونجوری نیستش. تو کارتون کلا باید خوششانس باشید. آره واقعا باید خیلی خوششانس باشی. هیچ فرقی نمیکنه خیلی عشق. ولی یه چی بگم، دیدی یه چیزی خیلی سر و صدا میکنه، توقع آدم میره بالا. این خیلی توقع آدم رو اینم بخور. هیچ فرقی نمیکنه، طعمش اونقدر به دهن آره. نمیاد که بخوای بگی آقا ایست خاص. ببین خیلی معمولیه، از این چیزاست که به نظرم یه هوی وایرال شد شانسی. تنها چیز باحالش اون همون رشته کادایفشه به نظرم، از اونش خوشم اومد. نه واقعا 1,800 نمیارزید خدایی. 100 تا رو میدادم یه کار بهتر میکردم. چیکار مثلا؟ خب برنامه چیه؟ برنامه اینه که من لپتاپمو آوردم، یه ولاگ هفتگی باید ادیت کنم، آپلودش کنم. اگه اینترنت اینجا نمیدونم برای آپلود خوبه یا نه. بعد ریلی که از اینجا گرفتم بشینم ادیت کنم، بشینیم شب سریال ببینیم و دیگه فکر نمی‌کنم شام بخوایم بریم بیرون، از همین هتل یه چی میگیریم. البته منوش خیلی جالب نبود. شب شما بخیر. آقا ما انقدر گشتمون شد گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم. پایین هتلمون یه دونه رستوران عربی داره، بعد غذاهاش خیلی گرون بود. حالا گرونیش یه طرف، هم خیلی خلوته، یعنی اصلا مسافرای هتل هیچکی نرفته. بعد گفتیم حالا نریم یهو کلی پول غذا بدیم و غذامون هم بدمزه باشه دیگه، خیلی رو دلمون میمون. گفتیم چه کاریه. مکدونالد عزیز، من و آرمین مکدونالد رو خیلی دوست داریم، ما اینکه اصلا خوب نیست، ارزش غذایی نداره و کلا خیلی توصیه نمیشه، ولی ما دوست داریم. و یه چیزی هم بگم، توی دبی فست فودا نسبت به همه جای دنیا خیلی با کیفیت و خوشمزه ترن. و شما به من بگین که آیتم مورد علاقتون تو مکدونالد چیه؟ من و آرمین عاشقه، یعنی ببین عاشقا این دابل چیزبرگرهای فسقلی، این کوچولوها به نظرم خوشمزه ترین ساندویچش این دابل چیزبرگرها. دیگه گفتیم امشب دل رو بزنیم به دریا، یک جانک فود سفارش بدیم، بدون ارزش غذایی زندگی رو به خودمون سخت نگیریم و لذتش رو ببریم. مگه نه استاد؟ مگه نه؟ مگه نه؟ سلام بچه ها، صبح بخیر. من ساعت 7 بیدار شدم اومدم پایین چون هنوز استخر و ساحل و اینا تعطیله، کسی نمیتونه بیاد و برای فیلم عکس گرفتن بهترین تایم همین 7 صبح، به خاطر اینکه هیچکی نیست، هی مجبور نیستی ادیت کنی، اینو حذف کنی اونو حذف کنی، خالی راحت و آسوده فیلم عکسامو گرفتم. با اینکه خیلی سختم صبح زود پا شدم ولی ارزششو داشت. آرمین هنوز خوابه، خودم تنهایی اومدم. الانم میخوام برم هم صبحونه بخورم، هم تا هنوز گوشه شروع نشده که خورده از صبحونه ها ویدیو بگیرم برای توی ویدیو.
روز پروداکتیوی بود، کلی فیلم و عکس گرفتم، امیدوارم خوب شه. دیگه ما میخوایم کم کم جمع کنیم، اتاق رو تحویل بدیم، بریم کنار ساحل دیگه. همین، اینم از این. در کل خیلی هتل باحالی بود، خیلی ریلکسی بود، خوشم اومد. حالا دارم میرم ازشون میپرسم که اگه اینجا اتاق نداشته باشیم، مثلا بیایم کنار استخر اینجا چی سفارش بدیم، میتونیم از ساحل استفاده کنیم یا نه، چون ساحلش هم خیلی تمیز بود، هم خیلی اینجوری خلوت و ریلکسی و این واقعا حال میده. کور شدم اینجا. فعلا میبینمتون. ما داریم با اینجا دیگه خدافظی میکنیم، یعنی خدافظی کردیم. خیلی باحال بود. اومدم چک‌آوت کنم. همیشه خب باید بشینی طرف بره چک کنه ببینه مینی بار چیزی برداشتی ور نداشتی، اتاقو ببینه، اصلا هیچی. برگشت گفت که مینی بار چیزی خوردین؟ گفتم نه. خب برو. خیلی بر پایه اعتماد بود اینجا.